سلام دوستای عزیزم، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام چند تا از جاهای دیدنی اصفهان رو بهتون نشون بدم. اینجا مهمانسرای محل اقامتمونه که ما امسال هتل و اینا نرفتیم، اومدیم مهمانسرای اداره. هم حیات باصفاشه. یکی از جاهای دیدنی که ما رفتیم اینجاست، خانه ملاباشی یا خانه معتمدی. ملاباشی منجم ناصرالدین شاه بوده که بعدها شخصی به نام معتمدی این خونه رو میخره و الان یه جورای ملک شخصی حساب میشه و ساعت بازدید و قیمت بلیط و اینا دست خودشونه. شما قبل از بازدید حتما تماس بگیرین چون بعضی روزا اینجا بسته است. برید تو سایت، تلفن و ساعت بازدید و اینا رو خودش نوشته. قبلا قسمت‌های زیادی داشته، الان ظاهرا تبدیل شده به هتل و مهمانسرا. فقط 2 تا از قسمتاش بازه. اینجا شربتخانه است که شربت‌های سنتی و اینا داره، میتونین سفارش بدین. اینم تزیینات داخلش. اینجا وارد حیاتش میشیم. یه حیات خیلی باصفا داره و از این قسمت میریم سمت شاهنشینش، یعنی فقط این 2 تا قسمت رو اجازه دارم ما ببینیم. خیلی خوشگله. کلی عکسای خفن میتونین اینجا بگیرین، کلی فیلم میتونین بگیرین و از این قسمت، از این سمت پله ها میریم بالا. یعنی ما فقط این 2 تا قسمتش رو تونستیم ببینیم. حالا بریم بالا، داخلش هم بهتون نشون بدم. کفشاتون هم باید این بیرون در بیاریم. اینجا تذکر حجاب دادن. البته همه جای اصفهان که ما رفتیم این تذکر حجاب هم نوشته بودن و هم شفاهی تذکر میدادن. اینم داخلش. همه مشغول عکاسی بودن. تو پاییز و زمستون بیاین، به خاطر این شیشه‌های رنگی نور خیلی قشنگی داره. خب اینجا رستوران سنتی ترنج. اینم خیلی رستوران قشنگیه. یه فضای این ورودیش یه فضای سنتی طوری داره، خیلی بامزه دیزاین شده و همچنان همه مشغول عکاسی، انقدر که جای قشنگ داره. البته ما یه تایمی رفتیم که متاسفانه ناهار تموم شده بود و موفق نشدیم تست کنیم ببینیم کیفیت غذاهاش چطوریه. قسمت حیات هم میتونین اگه چیزی خواستین بیرون بشینین سفارش بدین. ظاهرا غذاهاش هم کیفیتش خوبه، بد نیست. من البته نخوردم، منم شنیدم توصیفش از دوستان. حالا بریم بالا یه نگاهی هم به داخلش بندازیم. داخلم فضای خیلی قشنگی داره. واقعا خیلی لذت بخشه. خب بعدم یه سر رفتیم 33 پل زیبا که مثل همیشه شلوغ بود. اینجا هم نزدیکای غروب که بری خیلی عکسای خفنی میشه بگیری. واقعا زیبا بود 33 پل. و بعد از اینجا هم رفتیم باغ پرندگان که فوق العاده زیبا بود، به خصوص این طاووسای خوشگل که هر چند وقت یک بار پراشون رو باز میکردن و دلبری میکردن حسابی. این مدل هم داشت، من تا حالا ندیده بودم. طاووس سفید خیلی خوشگل بود، همیشه احساس میکردم وایتکس ریخته رو پراش، رنگش رفته. اینجا پراش رو باز کرده بود. اینم یه دونه دیگهش که همطوری وایساده بود و منو نگاه میکرد. واقعا زیبا بود، واقعا ترکیب رنگش فوق‌العاده بود. باغ پرندگان خیلی باغ بزرگیه، تو حاشیه زاینده روده، کلی پرنده‌های قشنگ داره، فضای خیلی جذابی داره. حالا من از همشون نتونستم فیلم بگم چون اینجوری بعضیشون تو قفس‌های شیشه‌ای بود، نور میخورد تو شیشه و خیلی با کیفیت نمیشد، خیلی معلوم نبود چطوریه و اینا.
بعد بچه هم غذا میدادن به پرنده ولی هی تذکر میدادن که لطفا بهشون غذا ندین. دیگه به نظرم خیلی فضای جالبی بود، واقعا انرژیش مثبت بود، قشنگ نصف روز میتونه تایمتون رو بگیره بازدید از اینجا. اینا هم که توی قسمت فضای جنگلی براشون درست کرده بودن و ریلکس کرده بودن و این فلامینگوهای زیبا. کلا فضاش چند دسته بود، یا قفس شیشه‌ای بود یا قفس آهنی بود یا فضای جنگلی بود و چند تا هم برکه اینطوری درست کرده بودن که بر خودشون اینجا حال میکردن این پرنده ها. واقعا من خیلی لذت بردم. بعد از اونجا اومدیم قسمت آکواریومش. کلا وقتی میاین این منطقه به فاصله خیلی کمی از باغ پرندگان باغ پروانه ها هست، باغ خزنده ها هست و آکواریوم هست. حالا من چون خیلی به خزنده ها و اینا علاقه نداشتم اونجا نرفتیم، ولی آکواریومش خیلی زیبا بود، خیلی به نظرم حتما بریم ببینیم، به خصوص اگه بچه همراهتونه، چون بچه ها کلی اینجا ذوق میکنن. واقعا قشنگ بود. و از این قسمت هم میتونیم کلی عکس و فیلم های جذاب بگیریم. از اینجا هم که میری بیرون هم یالات فروشگاهی داره بیرون و هم عکاسی داره، ازتون عکس میگیرن و میزنن رو شاسی، همونجا بهتون میدن. ما خودمون عکس گرفتیم، همونطوری هم بگیریم خیلی عکسای جذابی میتونیم بگیریم. خلاصه این هم از برنامه یه روزمون. روز بعدش هم رفتیم کلیسا. میدونی که اصفهان چند تا کلیسا داره، به خصوص تو منطقه جلفا که مسیحا بیشتر هستن، کلیسا هم چند تایی وجود داره. ما هم یه دونه‌شو رفتیم. خیلی من خوشم اومد از فضاش. کلا من فضای مسجد و کلیسا و اینا رو واقعا دوست دارم. اینجا هم باید ورودی بگیری، بلیط بگیری یعنی، و داخلش هم فیلم و عکس مانعی نداره، میتونین دوربینتون رو بردارین بیاین داخل و کلی فیلم و عکس بگیرین یادگاری. انصافا اصفهان پر از جای دیدنیه. تو تمام کوچه پس کوچه‌هاش خونه‌های خیلی قشنگی وجود داره، کافه‌های گوگلی و رنگی رنگی زیادی هست. یعنی همین به نظرم قدم زدن تو کوچه ها خودش یه جاذبه گردشگری محسوب میشه تو اصفهان، انقدر که جای قشنگ داره و به نظرم 3 روز نمیتونه جوابگو باشه، چون فوق‌العاده جای دیدنی داره. ما تو خرداد اومدیم، اگه فکر کنم تیر و اینا دیگه هوا گرم باشه تو اصفهان، هم تو اردیبهشت و خرداد بیاین زمان مناسب تری هستش. دوست داشتم برم این پشت اینجاها و اون بالا، ولی خب اینجا ممنوع بود بریدی که این قسمت درشو بسته بودن و خلوت بود. کلیسا برعکس جای دیگه ای که رفتیم خلوت بود و تقریبا میشه گفت به جز 1-2 نفر کسی نبود اونجا. و من فضای خلوت رو ترجیح میدم، آدم با آرامش بیشتری میتونه از فضا لذت ببره. اینم از کلیسامون و حسن ختام سفرمون رفتن به مراکز خرید. سفر که اصلا بدون خرید معنایی نداره. البته که ما الان فقط داریم میریم سیتی سنتر اصفهان، یکی از بزرگترین مرکز خریدای اصفهانه که فکر کنم 7 طبقه باشه، 2 طبقهش پارکینگه و یه چیزم داره، شهر بازیش بزرگترین شهر بازی سرپوشیده خاورمیانه است. البته که ما نرفتیم ببینیم، ولی برای اونه که بچه دارن خیلی گزینه مناسبیه. میتونین بچه ها رو بذارین شهر بازی و با خیال راحت به خریدتون برسیم. ما چیز زیادی هم نخریدیم اینجا، بیشتر نگاه کردیم
واقعا قشنگ بود فضاش. ولی خب دیگه من حالا از همش فیلم نگرفتم که فیلم زیاد طولانی نشه. ولی خب کلا دیدنش خالی از لطف نیست، چون یکی از سیتی سنترهای بزرگ کشوره. و شام آخرمونم رفتیم اینجا، رستوران زیبای سیمون. خیلی رستوران قشنگی بود، واقعا خوشم اومد از فضاش، از طراحیش و غذاش هم خوب بود. البته ناگفته نماند که حتما اصفهان رفتین بریانی بخورین، خیلی بریانیش خوشمزه است. البته ما اینجا نخوریم، ما رفتیم بریانی اعظم که یکی از بریانی های معروفه تو اصفهان. ولی یادم رفت عکس فیلم بگیرم، فقط عکس گرفتم که عکسشو براتون میذارم. واقعا خوشمزه بود، حتما امتحانش کنین. به خصوص اون آبگوشتی که کنارش سرو میشه و روش نعنا میریزن، خیلی خوشمزه است. حتما تستش کنین. اینم از سفر ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه و از تجربیات من تو این سفر استفاده لازم رو برده باشین و اگه خودتون رفتین حضوری بهتون خوش بگذره. از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنونم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.